می کلان ما که هستم پدرجان منم بازار از این چادر ابریشمی بیشتر به خارجه. گاهی همه چیز از یک پیله کوچک آغاز می شود. از رشته های نازکی که به ظاهر ساده اند، اما در دل خود داستانی از صبر و دیگرگونی را پنهان کرده است. ابریشم فقط یک تار نیست، روایتی است از راهی که از سادگی آغاز می شود و به زیبایی می رسد. در گوشه از ولایت هرات همین پیله ها و تارهای ابریشم به دستان زنانی رسیده که از آنها فقط پارچه نمی سازند. آنها با هر تار امید می بافند و زندگی را به رنگ تازه‌ای روایت می کنند. مریم شیخ، زنی با نگاه استوار و قلب سرشار از باور، سال هاست که این مسیر را با صبوری طی می کند. 750 خانم سمدار از این شرکت مانه که در بخش‌های مختلف فعالیت داره. آنان کرم ابریشم را پرورش داده، تار آن را با رنگ‌های طبیعی رنگ‌آمیزی کرده و از آن چادر، لنگی، ماسک و تکه‌های ابریشمی برای چپن می‌سازند. این کار که است این حرفه پدر و پدرکلان‌های ما بوده و من شخصا سال 1395 بود جواز شرکت گرفتم و شروع به فعالیت کردم و در پهلوی فعالیت ها همچنان به رشته مدیریت هم تحصیل کردم. خوشبختانه سند گرفتم و فعلا هم وظیفه انجام میدم به می شرکت که دارم کار میکنم. در میان این تلاش ها یک ستون محکم همیشه حضور دارد. پدری که در کنار دخترش ایستاده، حمایتش کرده و برایش اجازه داد تا رویاهایش را دنبال کند. می کلان ما که هستم پدرجان منم که همیشه و پهلو منم به هر جا کدام سفر باشه، کدام نمایشگاه باشه، به هر ولایت حتی کشورها بابا ما رو حمایت میکنه. حتی خودی ناظرم که خدم ما به این راه دور برم تا ای که ما بتونیم به اونجا بریم اشتراک کنیم. همین حمایت برای مریم حس عمیق از آرامش و قدرت است. خیلی خوشحالم از اینکه خانواده‌ام، پدرم، مادرم من زیاد حمایت میکنن. در این بخش من اجازه به کار دادن که من کار میکنم و چند خانم دیگه به پهلوم فعالیت داره. پدر مریم از تمام پدران میخواهد تا دخترانشان را حمایت کنند، زیرا باور دارد که ساختن وطن از همین دستان آغاز می شود. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّنِ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. خداوند متعال به ما حکم میکنه شما باید از هر طریقی استفاده بکنیم تا به قدرت برسیم، تا به قله‌های اوج افتخار برسیم. ما از تمام پدران، من یک پدرم، تمام اولادم لیسانس فارغ شده. هدف ما اینه که باید نیمی وطن ساخته بشه. اقتصاد مردم افغانستان ضعیف، نمیتونه یک چادر ابریشمی 1500 افغانی خریداری کنه. میگه 1500 افغانی به خود کلا هم میگیرم. به مو خاطر ما بازار از این چادر ابریشمی بیشتر به خارجه. این همان پیله تا پرواز است، مسیری که از دل تلاش و صبر آغاز می شود و در دستان زنانی در زندجان هرات به زندگی، امید و آینده روشن‌تر تبدیل می شود. عاطفه فرهمند، آژانس خبری رویداد.